رسول صلی الله علیه و سلم در کشور یمن یک مرد میزیست است با نام زیماد از قبیله ازد شنوعه. از بس که بسیاری مردم به همون جا و مکان زیست و به قبیله نسبت میتن، این شخص با نام زیماد ازدی مشهور بود. رقیه خان بود است. همین کسی که دیوانه میشید است، جن یورش میشید است، نزد همون میبودیانش میخوند است. در همون کشور ملک خودش خیلی آدمی نامدار هم بود. یک وقت خبر به گوشش میرسه که در شهر مکه مکرمه که خانه خدا در اونجا قرار دارد، در میان قریش که اشرف قوم عرب هستند، ملت عرب هستند، از بین فرزندان عبدالمطلب که سرور قریش است، یک جوان با بیماری جنون مبتلا شده است، دیوانه شده است، جن یورو شده. این زیماد با خودش اندیشه کرد، گفت میرم یک دهن میخونمش، اگر شفا بیاوه هم جانک خودش خلاص میشود، هم من انشاءالله تای پول میمونم. قریشی ها تاجر بودن، هم در زمانهای پیش هم الحمدلله حاضرم همین پول این الیچکه هم در دست تاجرو آید. تسعت اعشار رزق فی تجاره و واحد فی المواشی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه که از 9 حصه رزق روزی در تجارت است، فقط هم یک حصهش در اونم گاو و مال پروری. ببینید این مردم قریش از بس که اونجا زراعت نمیشه و گاو و مال چرونیش هم کمتر است، زیماد میگه شتر سوار شد آمد مکه مکرمه. از محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم دفاع شد. همون آدمی که گفتن مجنون و دیوانه شده است، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میگفتن دشمنای خدا از بس که هیچ بهانه دیگر نمیافتند میگفتن این مجنون شده دیوانه. وقتی سراغ کرد گفتن این همین مردی زیبا صورت زیبا سیرت که در نزد خانه خدا حرکت‌های بسیار منظم و زیبا انجام داده است، همون شخصی جستجوش میکنی همون است، همون محمد پسر عبدالله همی کسی. زیماد از دور ایستاد تماشا کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم در پیش خانه خدا نماز میخواند با یک تمکین زیبا. همین نماز دیگه چقدر بزیب خشوع. ولی شب رفتیم پریوای ترانسلیشن تماشا کردیم از برای خدا. حرم نشون میدن، مکه مکرمه را یا مسجد نبوی را، همین نمازی که با جماعت ادا میشود یک تماشا کنید چقدر بزیب خشوع. همه یک حرکت ها را وقتی که موزون انجام میدن آدم بزاو تماشا میکنن. دورهای پیش پرد تماشا میکردن مردم، هم پرد چی دارن؟ از بس که همه یک قدم میزدن، هم یک رغبت و ذوقی داشتن مردم هم را تماشا میکردن. یک لورد انگلیس با نام لورد فولتون اسلام قبول میکنه در همین سالهای 60 عصر 20. رغبت و ذوقی داشتن مردم هم را تماشا میکردن. یک لورد انگلیس با نام لورد فولتون اسلام قبول میکنه در همین سالهای 60 عصر 20. میپرسنش که چرا تو اسلام قبول کردی؟ چی سبب شد که به اسلام رجوع کردی؟ این مرد میگه که وقتی که در هندوستان خدمت میکردم، همین تا سال 47 هندوستان مستملکه انگلیا بود. وقتی میگه در اونجا حربی خدمت میکردم، پلکونیک بودم. یک روز نوبت دار بودم در بالای قلعه در پورت ایستادگیم. این همین روز عید مسلمان‌ها بود است. مردم خیلی زیاده میگه از شهر خارج شدن. در بیرون در یک دشت کلون صف گرفتم. همه موزون منظم، یک آدمش پیش ایستاد. نماز عید خوندیم. همه با یک کمانده دستا را برداشتن، با پایون کردم، با برداشتن، با پایون کردم، با برداشتن. اینا در زیر نفشو قپیدن. امام چیزی خواند، بعد میگه همه با یک کمانده خم شدن، با یک کمانده قامت راست کردن، با یک کمانده همه پاپلاستونسکی رفت. بیچاره سجده را چی بدونه؟ میگه فکر کردم آخه این مردم سرلیچ پایلوچ بیچاره کم بغل قشاب یا نه وقت امکان دارن که ریپیتیسیا کنن، نه یک کس یا را تعلیم میتا. آخه چخیلی همه یک جویا کمانده را یکی اجرا میکنن. از همه ابرزا ولی بگیم با تعلیم ترین مردم اروپا مردم انگلیس وقتی میگه در اونجا حربی خدمت میکردم، پلکونیک بودم. یک روز نوبت دار بودم در بالای قلعه در پورت ایستادگیم.
یعنی روز عید مسلمان‌ها بوده است. مردم خیلی زیاده میگه از شهر خورید شدن. در بیرون در یک دشت کلون صف گرفتن. همه موضوع منظم. یک آدمش پیش ایستاد. همین نماز عید آخری. همه با یک کمانده دستا را برداشتن، با پایون کردن، با برداشتن، با پایون کردن، با برداشتن. ایدل در زیر نوفشو قپیدن. امام چیزی خواند و بعد میگه همه با یک کمانده کم شدن. با یک کمانده قامت عروض کردن. با یک کمانده همه پاپلاستونس گرفت. بیچاره سجده را چی بدونه؟ میگه فکر کردم اوخی این مردم سرلیچ پویلوچ بیچاره کمبغل قشاب یا نه وقت امکان دارن که ریپیتیسیا کنن نه یک کس یا را تعلیم تا اوخی چخیلی همه یک جویا کمانده را یک خیلی اجرا میکنن. از همه ابرزوانی بگیم با تعلیم ترین مردم اروپا مردم انگلیس وقتی سلطنتو را دعوت میکنیم 6 ماه کنیت چون میکنیم بزور بعد همین رونی اسمیر را یاد میگیرن. این مردم چخیل به یگان ریپیتیسیا و به یگان او چه یاد گرفتیانی تر خوب میکنن عملا. میگه گفتم که چیزی هست از همین دنیا نیست. این عملی دنیاوی نیست. وقتی میگه استعفا رفتیم قرآن را دسترس کردم، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را دسترس کردم. وقتی که آشنا شدم خداوند هدایتم کردم همین دینی استعفا رفتیم قرآن را دسترس کردم، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را دسترس کردم. وقتی که آشنا شدم خداوند هدایتم کردم همین دینی مبین اسلام را قبول کردم. اینا ببینید فقط تماشای نماز سبحان الله. این زیمادم تماشا داره که حضرت صلی الله علیه و سلم چی نوع نماز میخونن. حرکت‌های منظم و زیبا شدید حالا در دلش یک اسکرا پرید است. هیچ حرکت‌های عجیب باشه. هیچ کار کرد نیست باشه. وقتی حضرت میگه سلام داد اومد در پهلو شیش گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم من زیماد هستم، زیماد ازدی شاید نام شنیده باشی. من رقیه خانم ای همین کسبه نان میخورم. با اون خاطر اومدم که شنیدم که خودت مجنون شده بود. یا یاد هم خانم رقصت بده. انشالله اگر شفا یافتی هم جونک خودت میدم، هم قوم ایت خلاص میشوم، هم من صاحب تنگپور میشم برای فرزندکم یا دستاویز میبرم. در همین پیشنهاد من چی میگو؟ حضرت یک شیرین تبسم کرد، یک نوشخند کرد. گفت یا زیماد گوش انداز که من چی میگم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا مرتبه در نمازهای جمعه از خطیبا همین را میشنویم. اما اهمیت نمیتیم این چی گفتن گپای این چی معنا داره. از این گوش میبره و این گوش دیگر میبره میره. زیماد آدم زیرک بود. این طبیب مردم اگر زیرک نشوه یک گشته نمیشوه. شو زیرکی به عقل میشوند طبیب. پسیخولوگان یک کم تر ایستاده گفت ترا به خدا قسم یک بار دیگه تکرار کن. حضرت باز از اما این الحمدلله تا اما بعد یک دفعه دیگه تکرارش کرد. زیماد گفت قسم به خدای کعبه این سخن انسان نیست، سخن جین نیست، سخن شاعر نیست، سخن کاهن نیست. گفت یا محمد والله گفت سخنت از قاموسی بعد تجاوز کرده گذشت. چه بگم که من هم مثل تو مجنون بشم، مجنون الله بشم. حضرت گفت یا زیماد بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این خدا که بتد نمیگم بچه کی. ابو جهل لعین کش تبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در مکه مکرمه معجزه‌های حضرت دید است که ایمان آورد به ایمان بود. ابو لهب ملعون امکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما خدای تعالی که هدایتش نکرد همون تا به ایمان رفت. زیماده که در حیاتش باری اول رسول الله صلی الله علیه و سلم دید است اگه برای تبابت اومده است خودش تبابت یافت و در زمره صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم